هستم تیز جانا امشب بیا وفا کن از قید و بندی هستی یک لحظه رها کن از قید و بندی هستی جان یک لحظه رها کن من فدای قدر وان چشم نیل مستر من فدای قدر وان چشم نیل مستر امشب مرا به مستی از خویشتن رها کن امشب مرا به مستی جان از خویشتن رها کن عمری من و تو ای گل چندان وفا ندارد عمری من و تو ای گل چندان وفا ندارم در این دو روز فرصت ای بی وفا وفا کن در این دو روز فرصت جان ای بی وفا وفا کن خیزد زی تربتی من خیزد زی تربتی من
گذشتی ای دوست یادی ما کن زانجا اگر گذشتی جانا ای دوست یادی ما کن آن روز یادی ما تماشاچیان عزیز، منظور شماست برنامه خاطره ها و ما همین لحظه یادی از استاد زنده‌یاد ظفر ناظم کرده ایستادیم و در ذهن ما همین لحظه ها همون سیما و همون صدا پدید آمده است و باور داریم در خاطره شما نیست. این لحظه بازم یک ترانه دیگری استاد را بهر ما و شما بازخوانی کردن هنرمند انسمبل دولتی خدمت نشان داده رقصی لاله محبت شاه نصرالله تشکر زیاد میگویم برای شما. سلامت باش. برای اجرای همین ترانه و خوش آمدید به برنامه. سلامت باش. شما از استاد از فعالیت استاد چه خاطره دارید؟ درباره استاد ظفر ناظم اگر روزهای دراز صحبت کنیم بازم کم است. اون کس بغیر از همین قدر مثلا استعدادی بلندی آوازخوانی داشتنشون با هنر شعرنویسی هم داشتن. شعر هم می نوشتن؟ البته من یک چند سرودای دوران که اونو چون نوشتگی بودن. مثلا من همین سرودی دستم تهی جانا امشب بیا وفا کن. باز یک پهلوی دیگری فعالیت استاد رو برای ما کشیدید. شما به عنوان کی خاطره دارید؟ همکار، همکسب، راهبر؟ همکسب. همچون استاد ما با اون کس بسیار در محفل‌های بسیار یک جای اشتراک میکردیم. یک روز به ما زنگ زدن گفتن که ما بچه‌ها یک جا دعوت کردگیان اگر نیم گویی من خفه نمیشم یک جایی روی تو می نوازیم دو کسه یک دو سرود باید خوانیم. گفتیم برای چی؟ چرا نه؟ ما نمی گفتیم هم میریم. همین حافظ به یک تراشه هم یک آشناهار چی هستن؟ یک تراشه قطعی میگذرونیم برای نکن. یعنی که بسیار باوری داشتنده در همه لحظه و در همه مثلا شرایط میتونستن که خودش داشته یا که مثلا همون موافقه همون محفل سرود خوندن تابع همون حاضرین همون محفل شد کردن توانستن. یعنی که این چیزا بسیار مکتبی بسیار بزرگ دارد استاد ظفر ناظم. یعنی این مکتب ظفر ناظم حتما آموختن در کار درس موندن نکاره همچون درس های عنعنوی کتاباشون هم هستن. بله. مثلا همه ما میدونیم در کجای نباشیم در کدام محفل کدام خود صنعتکارا یاشن یا که میانه سالن حتما یک دو سرود ظفر ناظم صدا میتید. بله. بیای نمیگذره. در رپرتواری همون ترانه هایی که میسراین از استاد حتما صدا میتید. این بله. از چی گواهی میدید؟ یعنی که بسیار بزرگ است. از شوق بلندی آفریدن ترانه. این گونه ترانه ها خیلی کم می شود و با یک هنرمند با یک نفری صاحب استعداد خیلی کم امکانیت دست می دهد که ترانه هایش برای همیشه جاویدانه بماند. در خطر اون ترانه هایی که استاد دارند ترانه های پند و اخلاقی، ترانه های انعکاس کننده عشق و محبت و صمیمیت و وفاداری، مادر نیز یک جایگاه خاصه دارد. مادر نیز خیلی زیبا سراییدن و یکی از ترانه هایشان رو من گمان میکنم که با گیمنی ترانه های مادر تبدیل یافته است که هر جا که باشند اون ترانه مادر رو میخونند و در همین قطار گفتیم ترانه مادر کم ندارند. ما که به انتهای برنامه نزدیک میشویم میخواهیم همراه همین گروه که اینقدر صمیمانه نواختن گروه نوازندگان یک ترانه مادر اجرا کنید زیرا که واقعا هم زیبا اجرا شد و تشکر میگویم با گروه مطربان اینقدر گروه کلانی سرجم اینقدر صمیمیت صداقت به ترانه های استاد که دارید احساس میشود که در محیط کاری
یادی از استاد میکنه، ترانه هایشان رو مینوازید و آوازخوان ها میسرویند. در انتها میخواهیم یک ترانه مادر باشد و میخواهیم که خاطره تماشابینان را با همون ترانه مادر یک کمی دیگر زیباتر بکنیم. بیاد دوستان عزتمند، در انتهای برنامه با یاد مادرانمون میشویم و با یاد ظفر ناظم میشویم که چگونه زیباگی و مهینی و مهربانی مادر تاجیک رو در ترانه هایشان انعکاس کرده. دوستان عزتمند، این برنامه خاطره ها بود با یاد استاد زنده‌یاد ظفر ناظم و امروز در مهمانی ما بودن هنرمندان انسمبل دولتی خدمت نشان داده رقصی لاله. بیاد ترانه میشنویم و در انتها برای همه شما خوشی های روزگار را تمنا میکنیم. افسرده و خشکیده در چشم ترم، افسرده و خشکیده در چشم ترم، پیوسته چو شاخه شکوفان مادر، پیوسته چو شاخه شکوفان مادر. قزیل قلعه همه زرد و کبود، زردش همه زرد و کبودش همه دود. بر مال قزیل قلعه همه زرد و کبود، زردش همه زرد و کبودش همه دود. روزی که انار ما رسید زردابی دلی مادر من روزده بود، روزی که انار باب ها پخته رسید، زردابی دلی مادر من روزده بود. در جانم این آسوده و سرگشته بلا گردانم، دردم به دلش گریفت و داغم به جگر، زرداب و زهیر گشته ماها در جانم، دردم به دلش گریفت و داغم به جگر، زرداب و زهیر گشته ماها در جانم. نیزاری رهی خانه این مادر همدم، فریادی نی خشکی نیستم به علم، رفتم ره نیزارو بدیدم مادر، قدرش شده افزون مدار
مدارش کمی کم رفتم ره نیزارو بدیدم مادر اینقدر شدم زورو مدارش کمی کم ناسود زمستان و بهاران مادر اینا دیده جهان اینا بسامان مادر پیش گفته گلی امید و گلدانه او خشکیده به مثل شاخ ریحان مادر پیش گفته گلی امید و گلدانه او ای خشکیده به مثل شاخ ریحان مادر کمر از جلوی تو و سنگی مرمر چی اثر سر چشمه تو و شهر مادر شیرین لب تشنه نشستم و درم جای دیگر سر چشمه تو و شهر مادر شیرین لب تشنه نشستم و درم جای دیگر مادر مادر